چیه بابا؟ خانم بابا به برگرد بزنم. نازی میکنه بچه ها. چه لوس، چه کار داری میکنی شما دختمل لوس؟ بیا بابا، بیا بزنم پشتت، بیا در توتونی بزنم، بیا. خوبه؟ آره خوشگل. دختمل بلا با شما بابا. آخیس بابا، تو این وضعیت بد فقط تو حال من آروم میکنی. چه هر جا رو باز میکنم خبر بد میبینم. آی فلانجا بمباران شد، فلانجا موشک خورد. فقط بچه اینا که حال منو خوب میکنن. حالا نگاش کنید. بسه بابا، بسه. شما اینجا چی کار میکنی؟ چه خانوم خودشو لوس میکنه. چیه بابا؟ کی داره خودشو لوس میکنه؟ ای قربونه این دختمله بشم اینجوری خودشو لوس میکنه جان. و اینکه کوپولو میبینید که چیکار میکنی بابا؟ چیکار میکنی خوشگل بابا؟ کوپول آماده ای بابا؟ بیا بذار بیا. پاد گیر کرد بش بابا دوباره. بچه کوپل واقعا خرگربه است. قیافه‌شو نگاه کنی چقدر خره. شما چی میگی؟ ایشون هم بچه خره، ایشون هم خرگربه تشریف داره. دیگه کی هست؟ و این خانوم زیبا که لالا کرده. چه پاستیلاشو نگاه کنید. چیه بابا تو چرا اینقدر میخوابی خوشگل من؟ دوست داری همش لالایی؟ آره خوشگل. چیه بابا؟ هم نادت کنم بابا. آخیس لالا من برای پناه هم بچه ها بیدار کنم. بچه خیلی وقته بیر خوابن ها، من اذیتشون میکنم. پناه خیلی ناز خواب بچه. پناه چون تازه خوابیده بیدارش نمیکنم. چیه خانم بابا باز میخوای؟ بیا بشین همینجا بیا. خوبه؟ چیه بابا؟ خب دوست داری دیگه بفرما. بسه میگه نه بسه. خب بابا بسه، من رفتم اصلا. چی میخوای؟ خب بشین اینجا. بشین شما بشین. چشم بیا بشین خانوم بشین. میزنم بابا باشه اعتراض نکنه انقدر. بیا. بچه میگه در توتونی شروعش با شماست پایانش با خدا. خوبه دیگه. بچه ویترینو من از این پشت برداشتم و گذاشتم اینجا چون خیلی از عزیزا پیام دادن گفتم بابت این انفجارا هرگاه ممکنه که شیشه بشکن و بچه ها آسیب ببینن. چیه خانوم اینجوری ناز میکنی شما؟ ای جان دلم بابا. قربون شما بشم من زیبا خوشگل من. ای جان دختمل کرکسیف منه. آخیس بسه دختمل خودتو انقدر لوس نکن زشته. این من قربون تو بشم دختر. چه لوس میکنه خودشو. چیه بابا؟ جانم بابا. بریم اون بر ببینیم بچه ها چی کار میکنن. چی شده؟ سلام خانم کوپل.
خانم کپل آماده 1 2 دو 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 دو. بابا خانم بابا بسه دیگه بیا. خوبه؟ میگه نه خودتو یه ذره لوس کن تا دوباره بزنم. لوس کن خودتو لوس کنی میزنم بابا. با شمام زیبا. نگفتم خودتو لیست بزن، گفتم خودتو لوس کن خانوم. بچه چه ویدیوی حوصله سربری بود، درسته؟ توی کامنت ها بهم بگید چقدر حوصله سربر بود و کمکم کنید بچه. من حالا با یوتیوب زیاد آشنایی ندارم، برای تولید محتوا شما دوستان عزیز میتونید کمک کنید، به ما پیام بدید بگید چه نوع ویدیویی دوست دارید، من برای شما میگیرم. ولی نمیخوام شورت ویدیو باشه، ویدیوهای کوچیک باشه، هونگوشگر باشه، پیروز پافیوز باشه، پافیوز پیروز پافیوز پیروز پافیوز پافیوز پافیوز. خانم بابا بچه حوصلتون رو سر بردم، ببخشید خیلی طولانی شد این ویدیو. تو این روزهای سخت مراقب خودتون باشید و از پروردگار خودم برای تک تکتون و خانواده‌های محترمتون آرزوی سلامتی دارم. بدرود.